بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك إيمانا دائما وأسألك علما نافعا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ورد في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دیگر در احادیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم و اقوال سلف علوم آمده هست که لا تنفع، علومی که منفعت نداره. و هی اولا علم الانساب. این اولش چی است؟ علومی که منفعت نداره علم انساب هست. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، حافظ ابن رجب رحمه الله میگه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده تفسیر بعضی از علومی که لا تنفع. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع. میگه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده تفسیر بعضی از علومی که اینا منفعت نداره. ففي مراسیل ابی داود، در مراسیل ابی داود عن زید بن اسلم رضی الله عنه قال، زید بن اسلم رضی الله عنه میگه که قیل یا رسول الله ما اعلم فلانا. میگه یک کسی آمد به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ما اعلم فلانا. این در حقیقت اسلوب تعجب میگن، ما اعلمه و اعلم بهی. این اسلوب تعجب میگن که مثلا یک نفر سوال نمیکنه، از یک چیز تعجب میکنه، میگه فلان چقدر عالم هست. همین معناش، همین جمله همین معنا رو میده. میگه کسی آمد برش گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ما اعلم فلان شخص چقدر عالم است. قال بما؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید که به چی عالم است؟ قالوا بانساب الناس. این بسیار نسب های مردم میفهمه. وقتی که در نسب داخل شود اینقدر عالم است که همین نام تبرش بیتی، این نام پدر و پدر کلان، این تا ابراهیم علیه السلام، این تا نوح علیه السلام و تا آدم علیه السلام ترا وصل میکنه. قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که علم لا ینفع و جهالت لا تضر. میگه این علم است که اگر داشته باشی برات کدام منفعت نمیرسانه. چی منفعت میرسانه؟ که تو نسب های مردم زیاد یاد داشته باشی. و جهل است که اگر درباره انساب جهل داشته باشی و خبر نداشته باشی بر تو ضرر نمیرسانه. نه تو در روز قیامت پرسان میشی و نه در اعمال تو چیز زیاد میشه و نه بر تو کدام منفعت میرسانه. و خرجه ابو نعیم رحمه الله فی کتاب ریاضة المتعلمین. میگه ایر ابو نعیم در کتاب ریاضة المتعلمین از حدیث بقیته عن ابن جریج عن ابی هریره رضی الله عنه مرفوعا. میگه ایره به شکل مرفوعی روایت کرده. و الحدیث المرسل اینجا گفت که از مراسل ابی داود هست. چی معنی مرسل؟ میگه هو الحدیث الذي سقط منه الصحابی. حدیث مرسل حدیث میگه که از او یک صحابی ساقط شده باشه، یعنی تابعی مستقیما از رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته باشه. یعنی ان یقول التابعی، مثل که تابعی میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینا ایره چی میگن؟ ایشون صحابی رو نامش در چیز ذکر نکرده در سند، از این خاطر ایره مرسل میگن. فهذا الحديث يسمى مرسلا كما قال الناظم. میگه مثل که ناظم میگه و مرسل منه الصحابی سقط. اینجا یک کتاب است که نظم کرده امی علم حدیث. این میگه و مرسل منه، حدیث مرسل کدام یکیست که از او صحابی ساقط شده باشه. و دیگه قول ای علامه ابن رجب رحمه الله میگه و فیه انهم قالوا اعلم الناس بانساب العرب و اعلم الناس بالشعر و بما اختلفت فيه العرب. این عرب مردم باز چه قسم میگن؟ اعلم الناس بانساب العرب، عالم ترین مردم ها در نسب مردم، یا فلان عالم ترین در شعر، در شعر بسیار عالم است. و عالم هست به دو چیزهایی که اختلافاتی که عرب ها داشتن در زبان هایی که مثلا این قسم میگفتن لهجه از اون قسم بود، لهجه در یعنی در لهجات بسیار علمیت داره. لهجه مردم بدخشانی قسم است، لهجه مردم هراتی قسم است، لهجه مردم فرایی قسم است، لهجه مردم کابل. اینقدر دی علمیت داره و دکترای خود در لهجات گرفته هست. و زاد فی آخره میگه در آخرش گفته هست که العلم ثلاثه، علم سه قسم، سه چیز است. ما خلاهن فهو فضل. دیگر چیزا که است و اضافگی هست. این سه چیز اساس است. هم در دنیا به دردت میخوره و هم در آخرت به دردت میخوره. اما این دیگه چیزا اضافگی هست. این لهجات فهمیدی یا نفهمیدی چی بر تو منفعت میرسانه؟ این سه چیزی که بر تو به خوب منفعت میرسانه. اول آیت محکمه، آیت محکم است. چون در قرآن
آیات محکمات است و متشابهات است. این حالا انسانی که آیات محکمات میفهمه و هر وقت برش یک آیت متشابه آمد، او را به اساس آیات محکمات درباره از او سخن میگه، این علم است، عقیدهش هم جور میشه. جایی که متشابه بود فوراً میای به محکم، خلاص میگه که این حالش اینجا معلوم دار هست، نباید انسان در اینجا کدام شبهه ایجاد بکنه. او سنت قائمه، یا مثلا علم است که یک نفر احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم که واقعا به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت داده شده هست و واقعا سندش ثابت است، به این عمل میکنه. این هستن. او فریضه عادله، یا مثلا فرایضی که استوار است، عادل است، این فرایض میفهمه، مثلا فرض جهاد، فرض نماز، فرض روزه، فرض حج، فرض زکات، این فرایض میفهمه. و یا هم فرایض اگر منظورشی باشه که علم فرایض است، که مثلا میراث میفهمه، تقسیم میراث میفهمه. و هذا الاسناد لا يصح، میگه همین سندی که در این آمده هست میگه صحیح نیست. و بقیه دلسه عن غیر ثقه، و بقیه کس میگه ایره تدلیس کرده عن غیر ثقه. این حالا چی هسته؟ میگه بعضی کسا قصدن تدلیس میکنه و بعضی کسا یعنی یک کس از امو سند میکشه. و آخر الحدیث خرجه ابو داود، و آخر حدیث امام ابو داود رحمه الله تخریج کرده و ابن ماجه و همچنان ابن ماجه من حدیث عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه مرفوعا که میگه العلم ثلاثه، میگه علم سه تا هست، و ما سوى ذلك فهو فضل، آیه محکمه و سنت قائمه او فریضه عادله. و فی اسناده، در اسناد از این هم میگه عبدالرحمن ابن زیاد افریقی است و فیه ضعف مشهور. خب به هر صورت این حدیث هم یعنی درباره از این علما سخنهای گفته‌اند. خب اگر حدیث مثلا در سندش مشکلات هم هست، حدیث ضعیف هست، لکن اینجا به حساب معنای از این بسیار معنای خوب است. از این خاطر این عالم اینه در اینجا ذکر کرده و روایت کرده. و قد ورد الامر، میگه امر آمده هست به ان یتعلم من الانساب ما نوصل به الى الارحام. میگه و امر به این آمده که ما از نسب ها همه قدر بفهمیم که ما صله رحم کرده بتانیم. مثلا بفهمیم که اینی کاکای مسی، بچه کاکای مسی، مامای مسی، بچه مامای مسی، این کاکای مادرم است، این مامای مادرم است. امی کسایی که مثلا این خواهرزاده مسی، برادرزاده مسی، نواسی خواهرم است، نواسی برادرم است، امی به می اندازه انسان امی نسب بفهمه که بتانه که صله رحم بکنه، صله رحم خود قطع نکنه. من حدیث ابی هریره عن النبی صلی الله علیه و سلم، ابی هریره رضی الله عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم. همه قدر از علم نسب یاد بگیرین، همین نسب هایتان که صله رحم کرده بتانین. خرجه الامام احمد و ترمذی، امام احمد ترمذی، احمد ابن حنبل در مسند احمد ابن حنبلی را ذکر کرده و امام ترمذی در سنن ترمذی. ثانیا علم اللغه و النجوم، دیگه از علومی که مثلا کم باید یاد بگیری و زیاد او وقت تا کلش بر از اونتی گپ سر ازی هست. اصل نقطه اساسی هست که ما و شما در فقه، یکی فقه قرآن داریم، چه قسم قرآن بفهمی فهم درست. دوم فقه سنت داریم که وقت حدیث ما حدیث و منظورش و مرادش و حکمش بفهمی فقه سنت میگن. و یکی فقه سیره هست که مثلا ما سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم بفهمیم. دیگه فقه الواقع هست که قوانین نوازل میگن، نوازل فقهی که حوادث جدید می احکام ازیر میفهمید. این فقه واقع میگن که در واقع مثلا دوست ما کی از دشمن ما کی از سلاح دشمن چه قسم است و از جنگ فکری چه قسم است. این فقه واقع میگن. یک قسم فقه هست که او رو به نام فقه اولویات میگن. اینی اولویت شناسی و دانستن فقه اولویات برای یک عالم و متعلم بسیار مهم است که ما بفهمیم که چی در اولویت قرار داره. عالمی بحثایی که میشه در اینجا امی هست که آل یک نفر در نسب شناسی بسیار پیشرفت میکنه و کل عمر خود در اینمی یک کتاب، دو کتاب، سه کتاب، یک کسی ببینی که 40 تا کتاب در این باره نوشته کرده، درباره لهجات و زبان ها و حتی دشنامه هایشان و حتی فولکلورشان در این باره. اما وقتی که در باب عقیده بیایی که ببینی که پرسانش بکنی که امی ارکان لا اله الا الله چی هست،
امی دو رکن لا اله الا الله را بر ما بگو نمیفهمه. اگر بهش بگی امی 7 شرط لا اله الا الله را بر ما بگو امیر نمیفهمه. اگر بگویش که یک 10 تا نواقض ایمان بر ما 5 تایش بگو امیر نمیفهمه. متوجه هستی؟ اگر بگویی که ولا و برا چی معنا، حقوق توحید چی است، اینا لوازم خب بالای هر مسلمان فرض است که این مسائل بفهمه. اگر نفهمی در نواقض ایمان مبتلا میشی. کلمه مثلا کلمه میخوانی لکن شروطش نمیفهمی، ارکانش نمیفهمی، مخالف کلمه عمل میکنی. اینا اینجا چی هستن؟ از این خاطر فقه اولویاتی است که انسان از هر چیز به مو اندازه ضرورتش بگیره. دوم مثلا در نسب اما قدر بفهمیم که صله رحم بکنیم. این هم قدر میریم به دیگر علوم دیگه رو یاد میگیریم که منفعتش بر ما بیشتر است. و همین قسم حافظ ابن رجب رحمه الله میگه در چی مثلا اینجا میگه که و خرجه حمید بن زنجوی، میگه حمید ابن زنجوی من طریق آخر. این بعضی ها زنجویه میخوانه و بعضی ها زنجویه میخوانه، مثل سیبوی علمای حدیث سیبویه میگن. چرا سیبویه؟ یعنی بوی سیب. همین قسم که شنیدن یک نفر نام طفلک خدا چی مونده که همین طفل من بوی سیب وارد داره، گفته سیب بویه. متوجه هستین؟ اما علمای نحو و صرف که از بازی ایره میگن نه سیبوی تلفظ میکنن. هر دوش درست است. اگر زنجوی گفتی یا زنجویه گفتی هر دو تلفظش مشکل نداره. ایناله و خرجه حمید بن زنجوی من طریق آخر عن ابی هریره مرفوعا تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم ثم انتهوا. ببین اولویت شناسی ها را برای ما درس میده رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام و سلف صالح که از نسب شما چی کنین؟ یاد بگیرین همه قدر که شما صله رحم میکنین. ثم انتهوا، باز ختم بکنین، برین چیز دیگه رو بگیرین که در اولویت قرار داره. و تعلموا العربیه، از علوم عربی مثلا صرف و نحو و بلاغت. ما چند قسم علم داریم. مثلا یک علم است، علم ما شما داریم که علم مقاصد میگن. علم مقاصد چی است؟ که اصل مقصد شریعت است. که ما او علم مقاصد چی است؟ که ما باید مقصد اساسی چی هست؟ که ما عقیده را بفهمیم. مقاصد چی است؟ که ما فقه را بفهمیم، یعنی فقه دین، که دین خوب بشناسیم، قرآن خوب بشناسیم. این مقاصد است. قرآن خوب بفهمیم، سنت خوب بفهمیم، این در مقاصد است. دیگه علوم چی است؟ اینا علوم الوسائل میگه. یکی مقاصد است، دیگهش وسایل. وسایل یعنی چی؟ یعنی اونایی که وسیله یا آلت هستن، آله هستن. چه قسم؟ یعنی مثل که مقصدت حج است، میخوای به حج بری، برای حجت یک وسیله استعمال میکنی. یک کسی در طیاره میره، یک کسی دیگه مثلا نزدیک است از دبی میره در موتر میره. اینجا وسیله را چی میکنی؟ به اندازه ضرورت میگیری. خود دیگه بیخی دمی تکت طیاره کل عمرت مصروف نمیکنی، بلکه اصل هدفت خونجه چی است؟ اصل هدفت حج کردن است. بنابراین در علوم یکی علوم مقاصد است که عقیده هست، فقه دین هست، فقه سنت هست، فقه قرآن هست. این چی است؟ این مقاصد هست. یکی علوم وسایل است. وسایل چی هست؟ علوم وسایل مثلا نحو است، مثلا صرف است، مثلا بلاغت است، مثلا فهمیدن الفاظ، معانی، کلمات است، معجم و دیکشنری ها و ایگپا هست. این ما از علوم وسایل، این علوم وسایل شد. سوم علم چی است؟ سوم علمای است که او علمایی که نه نفع داره نه ضرر داره. علوم یک ثقافت عام هست که اگر فهمیدی خوب و میفهمی کم کم، اگر نیک نفهمیدی بر ضرر نمیرسانه. یکی از علوم مضره هست که اگر تو علم میخوانی تو رو به هلاکت و نابودی و گمراهی و شرک و کفر میکشانه. پس انسان باید چی کنه؟ اولویت چی قرار داره؟ از علومی که حالا اینجا در علم وسائل میگن، حالا میگه تو فهمیدی که علم مقاصد هست، اصل باید به مقاصد خدا برسانی که او رو یاد بگیری. حالا علم وسائل برای چی هست؟ وسائل آلات، صرف و نحو و بلاغت یا برای چی هست؟ که تو میتونی که امی علوم قرآن و سنت از این طریق خوب میفهمی. از این خاطر علما میگن که این علوم چی که هست، همین علوم زبان که هست،
این علامه ابن رجب میگه علم زبان است یا علم نجوم است، ستاره شناسی هست. میگه که اینجا از ابی هریره رضی الله عنه مرفوعا میگه که تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، شما یاد بگیرین از نسبتان به مو اندازه که صله رحم بکنین. ثم انتهوا، باز از او ختم بکنین. و تعلموا العربیت، و شما از عربی و صرف و نحو و بلاغت و معجم شناسی و دیکشنری ها به می قدر استفاده بکنین که ما تعرفون به کتاب الله ثم انتهوا، به مو اندازه که شما کتاب الله را که مقصد اساسی هست او را یاد بگیرین. زیاد خود در نحو و در صرف و در بلاغت مشغول نکنین که یک نفر ببینی که مثلا 14 سال 15 سال تنها صرف و نحو میخونه، در حالی که در کشورهای عربی برای کسایی که میخواین که مثلا به مقاصد برسن، شما همین نطاقهای عربی رسید کنید چقدر با فصاحت و بلاغت و با این گپ میزنن که اگر قرآن بخونه بسیار خوب میفهمه، حدیث بخونه بسیار خوب میفهمه، چرا وسیلهش بسیار قوی شدن. چند سال پرسانش کنی بخونه میگه زیاد که من امیر خواندیم، مثلا با وجودی که دیگه مضمونا رو خواندیم، در 4 سال مثلا من لیسانس گرفتیم، در لیسانس عالی بسیار با فصاحت و بلاغت قوی گپ میزنه و متن بسیار خوب میفهمه. پس اینجا میگه که شما داری هم به مو اندازه بخوانین که شما همون مقاصد وقتی که قرآن تفسیر میخوانی، قرآن میخوانی، احادیث میخوانی، معنای زیر درست فهمیده بتانی، کتابای فقها را میخوانی درست خوانده بتانی. ثم انتهوا، باز بس کن دیگه، کل عمرت دمی صرف نکو. بعضی کسا را ببینی که دمی بسیار مشغول است و مشغول است و مشغول است و مشغول است تا آخر عمر ببینی که فقط در این صرف و نحو ای وابسته هست. وقتی که باز بی از بسیار مسائل و احکام دینی پرسانش بکنی، در او صفر است. و تعلموا من النجوم ما تهتدون به فی ظلمات البر والبحر ثم انتهوا. مثلا در علوم النجوم که از چی یاد بگیرین؟ به مو اندازه در ستاره شناسی که برای شما راه ها را نشان میده. سابق در قدیم که بود نه، در او وقت مثلا از طریق ستاره ها امو کسایی که در بحر میرفتن کشتی ها میفهمیدن که مثلا با اینی ستاره ها از طریق از اونا این قسم اینا ستاره های قسم واقع است، بنابراین شرق از غرب از راه هست یا فلان است، اینا میفهمیدن. بعضی اوقات قبله را از این طریق معلوم میکردن. عمیق قدر ایره بخواین ثم انتهوا، بعد از خلاص ختم بکنین دیگه، عمرتون کلش برای ستاره شناسی ندین. و فی اسناد رواته ابن اللهیعه، این میگه در اسناد چی است؟ ابن اللهیعه هست که در مورد از این هم بعضی از علما گفتن که ابن اللهیعه چی داره، بعضی از ضعف در ای هست. ابن اللهیعه کی هست؟ عبدالله ابن اللهیعه ابن فرعان حضرمی مصری است که در 174 هجری وفات کرده. و ابوالفضل زیدالدین عبدالرحمن عراقی متوفای 86 میگه که مختلف الاحتجاج هست، یعنی در دلیل گرفتن یا روایت ازی اختلاف آمده هست. و خرج ایضا من روایت نعیم ابن ابی هند، همچنان این تخریج شده از روایت نعیم ابن ابی هند که قال فرمود قال عمر رضی الله عنه، میگه عمر رضی الله عنه گفت تعلموا من النجوم ما تهتدون به فی برکم و بحرکم ثم امسکوا. این قول عمر رضی الله عنه است. عمر رضی الله عنه میگه که از نجوم اما قدر یاد بگیرین که عمو در خشکه و در بحر وقتی که میرین عمو راهنمای شما باشه، این شما را راهنمایی بکنه و چی از بعد از بحث کنین دیگه، برین به چیزهایی که در اولویت است. و تعلموا من النسبه ما تصلون به ارحامکم، این بعد از شما از من النسبه یعنی از نسب شما همه قدر یاد بگیرین که صله رحم میکنین. و تعلموا ما یحل لكم من النساء و یحرم علیکم ثم انتهوا. در فروعات فقهی هم اما قدر شما بخوانین که مثلا حلال و حرام بر شما معلوم شود که اگر ازدواج میکنی کی بر من نکاحش میشه کی نمیشه، چه قسم ازدواج بکنم و احکام ازیره. بعد از دیگه خدا بسیار در این عمیق داخل نکنین که اصول دین، اساسات و قرآن و سنت و عقیده و فقه اساسی است به شما بانه فقه اکبر. بناهن خواندن از یا خوب است. بعضی کسا متخصص هستن، خب او کسی که تخصص داره و متخصص در یک رشته هست و علایده هست. آل سخن به شکل عام گفته میشه که یعنی عام مردم چی باید بکنن، ما به شکل عام چی باید بکنیم. این حال وقتی که ما به شکل عام مثلا یکی تخصص ما هست، من در یک رشته تخصص دارم،
خب تخصص داره، متخصصت باشه، او تو میری کار میکنی و وظیفه تسچیز. لکن در نگاه اسلامیات وقتی که میری خود در چیزهای مصروف بساز که در اولویت قرار دارن. اگر میخوای که در اسلامیات عالم شوی، کوشش بکن که بفهمی مقاصد کدام علوم است و وسایل کدام علوم است و کدام علوم به منفعت و به ضرر و به نفع است، فایده نداره، و کدام علوم هست که تو را به شرک و کفر مبتلا میکنه، از او باید کاملا خودت دور بسازی. این حال بسیاری کسا امیر نمیفهم، بسیاری کسا رو ببینی اول از فلسفه شروع میکنه، از منطق شروع میکنه، از علم کلام شروع میکنه، تا وقتی که ایده که میخوانه ذهن ازیر خراب میکنه و میکنه در مقاصد هیچ نمیرسه. و همچنان از این میگم ما فهمیدیم که سلف صالح به فقه اولویات بسیار اهمیت میدادن. و دیگه این قول علامه ابن حجر علامه ابن رجب حنبلی رحمه الله میگه و روى مسعر رحمه الله عن محمد ابن عبید الله، این میگه از این روایت میکنه قال عمر بن الخطاب، میگه عمر بن الخطاب گفت که تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق، یعنی از نجوم همه قدر یاد بگیرید که همون قبله را که برتان راهنمایی بکنه و همون راهتان که نشان میده. و کان النخعی رحمه الله میگه، و کان النخعی رحمه الله، امام النخعی رحمه الله میگه لا یرا بأسا بان یتعلم الرجل من النجوم ما یهتدی به. هم گپش مثل هم گپ عمر رضی الله تعالی عنه وارث که یعنی پروا نداره به ما اندازه که انسان راهیابی میکنه راه صحرا را و راه بحرها را. ورخص فی تعلم منازل القمر احمد و اسحاق، میگه در تعلم منازل قمر که این منزل های قمر که میخوانن، میگه این امام احمد ابن حنبل رحمه الله و اسحاق ابن راهوی رحمه الله میگه اینا چی کردن؟ رخصت دادن و از اینا حرب چی کردن؟ نقل کردن. زاد اسحاق و یتعلم من اسماء النجوم ما یهتدی به. این میگه از نام های نجوم ستاره ها هم اما قدر یاد میگیره که بر توسط زو امو راه هم میفهم. و کره قتاده، میگه قتاده کس میگه این کراهیت یاد داشت یا مثلا قتاده ایره بد میدید چی را؟ میگه این دوام قول چی هست دیگه؟ قول ابن رجب حنبلی هست. از این خاطر و کره میگه و بد میدید کی؟ قتاده رحمه الله تابعی هسته، میگه تعلم منازل القمر، تعلیم یاد گرفتن منازل قمر، ولم یرخص ابن عیینه فیه، ابن عیینه ذکره حرب عنهما. یعنی حتی سلف در اینجا بعضیا میگفتن که این علم نه فایده داره نه نقص داره، بعضیا میگفتن که اگر یاد بگیری ثقافت عام است، بعضیا میگفتن که همه قدر یاد بگیری که در اولویت قرار داشته باشه دیگه. از این خاطر و قال طاووس رحمه الله، این هم تابعی هست، میگه رب ناظر فی النجوم و متعلم حروف ابجاد لیس له عند الله خلاقی. بسیار خطرناک است. طاووس رحمه الله میگه که بعضی کسا نظر میکنن در نجوم، یعنی ستاره شناسی میکنن و حروف ابجد یاد میگیرن. امی ابجد حروفی است که مثلا الف ابجد، مثلا بر الف یک حرف دادن، یک، ب، دو، جیم، سه، دال، چار. اکثرا این یهودیا در تعویضها و در جادوهای خود استعمال میکردن. و ستاره شناسا و امو کسایی که ستاره شناسی میکردن، ستاره شناسی که علم تأثیر ستاره ها را بالای مخلوقات، ستاره پرستای این کارا را میکردن، این بسیار خطرناک است. یعنی میگه کسایی که در این نجوم مداخله میکنه و یا حروف ابجادی گپاره مداخله میکنه و نشته میکنه، لیس له عند الله خلاق، بر نزد الله هیچ نصیب نداره، یعنی از جنت الله محروم میشه. خرجه حرب و خرجه حمید بن زنجویه من روایت طاووس عن ابن عباس. لکن ایره حرب و حمید بن زنجویه میگه ایره از طاووس که تابعی هست، ایره از کی گرفته است؟ از ابن عباس، که یعنی قول اصلا قول عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما هست. و هذا محمول، میگه این حمل میشه علی علم تأثیر، امی علم ستاره شناسی که انسان هلاک میکنه و در شرک و کفر مبتلا میکنه، این به علم تأثیر است. در علم ستاره شناسی یکی علم تأثیر است و یکی علم تسییر است. چی فرق از بین علم تأثیر و علم تأثیر؟ علم تأثیر علم ستاره پرستا، علم جادوگرا، علم ستاره شناسای هست که اینا میگن که ستاره ها بالای انسان ها در زمین تأثیر داره. از این خاطر وقتی که پیش جادوگر یک کس میره او برش میگه که مثلا ستاره تو
اینه برای هر کسی یک ستاره تعیین میکنه که این ستاره تو داری و ستاره تو آفتابی هست و ستاره از دیگه کس چی هسته؟ ستاره از دیگه خاکی هست یا از تو اوی هست از او آتشی هست. این حال من میخوایم این ستاره اردویتان یکی بسازم، باز شما در زمین میتونین که ازدواج بکنین. چرا؟ میگه به خاطر که این ستاره ها که هستن از آسمان بالای انسان ها تاثیر دارن. یعنی صفت ربوبیت الله که الله متعال در انسان ها در هر چیز انسان تأثیر از جانب الله هست، ایره به ستاره ها میتن و این چی است؟ این در حقیقت شرک در ربوبیت هست که ایره ستاره شناسا دارن. ایره علم تأثیر میگن. علم تسییر چی است؟ که از سیر و حرکت است، که مثلا سیر کشتی ها و از سیر در صحراها ایره چی میکنن؟ قدیم ها از طریق همون برج هایی که مثلا از ستاره ها در آسمان است از روی از او مثلا راه را پیدا میکردن که مشرق است، مغرب است، شمال است، جنوب است، طرف حرکت فلان است. این است، این علم است. این میگه که و هذا محمول علامه ابن رجب حنبلی چی میگه؟ میگه امی سخن از این محمول به چی است؟ به علم تأثیر است که تأثیر ستاره را در انسان ها قصد عقیده بکنم که این مربوط به جادوگرا و فالبین ها میشه. لا علم تأثیر، نه علم تسییر که مربوط به ساینس و تکنولوژی و چی میشه زمین شناسی و ستاره شناسی میشه. فإن علم تأثیر باطل محرم. علم تأثیر که است که کس عقیده میکنه که ستاره میتونه در انسان تأثیر بکنه، اینی باطل و حرام است. و فیه ورد الحدیث المرفوع، میگه در این باره حدیث مرفوع آمده است که من اقتبس شعبة من النجوم، هر کسی که اقتباس کرد یا یاد گرفت یک شعبه از نجوم ستاره شناسی را، فقد اقتبس شعبة من السحر، میگه یک شعبه از سحر یاد گرفت. یعنی سحر چیست؟ کفر است، جادو است. و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. شیطان ها کافر شدن به خاطر از اینکه سحر مردم تعلیم میدادن، معلمی سحر میکردن. معلم سحر کافر است. این حال وقتی که و شاگردش که و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، این هم همین سحر بود. این حال اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که این علم تأثیر ستاره ها بالای انسان ها، این هم یک علم چی هستن؟ از شعبت های سحر است. یعنی انسان در کفر مبتلا میکنه. از این خاطر میگه که من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، خرجه ابو داود من حدیث ابن عباس مرفوعا. میگه ایره ابو داود از حدیث ابن عباس مرفوع ذکر کرده. خب پس ما و شما ایره فهمیدیم که تنجیم دو قسم است، که یکی چی است؟ علم تأثیر بود و یکی علم تسییر بود. خب و روى ابو داود عن ابن عباس قال من اقتبس علما من النجوم و اقتبس شعبة من السحر زاد ما زم. حدیث صحیح است. درس ما و شما خلاص شد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.